امروز میخوام راجع به هدف گذاری و زندگی در آینده صحبت کنم. هدف گذاری اینجوریه که آدم یه سری هدف‌ها رو دنبال میکنه، میره دنبالشون، دیگران هم حمایتش میکنن، اشکالی هم نداره. اما شما اگر دیدید که هدف گذاری شما و دوستانتون به یک سمت سوی دیگه ای داره میره، وظیفه شما اینه که خودتون نجات بدید. مثلا شما یه دوستی داری که بارها بهش گفتی این کارو نکن، اشتباه نکن، بابا نکن این کارو، اصلا بتونه میخوره این کار، تا یک جایی اوکی، دم شما گرم. از یک جایی اگر دیدی دوستتون به شما گوش نمیکنه، هدف گذاری شما به شکل دیگری تغییر میکنه و باید در راستای هدف دوستتون باشه. یعنی چی؟ یعنی طرف خودش میخواد به چوخ سگ بره، هولش بده. شما به عنوان یه دوست باید هول بدی طرفو بره زودتر برسه به هدفش، بره زودتر ته چاهی که آرزوشو داره، بفرستش بره حالشو ببره. اصلا اشکال نداره. اینجا وظیفه شما نیست که بگی نه عزیزم این کارو نکن، به خودت صدمه، نه صدمه بزن، نوش جونه. شما کاری که میکنی اینه که میگیریش، فشار میدی، هول میدی به سمت هدف. طناب خواست میگیری دور گردنش میپیچی، آماده میکنی، زیر چارپایه رو میزنی، میفرستیش تو هدف. اسلحه خواست جور میکنی. هر کاری خواست به سمت نابودی شما باید انجام بدی. اگر این نابودی در راستای یک رابطه است، سعی میکنی اون آدمه رو بیش نزدیک کنی، بذار قشنگ فشار بیاد بهش، چون لذت بخشه وقتی آدم میبینه که دوستاش به موفقیت میرسن. چه اشکالی داره؟ اگه دیدی که در مورد مسائل مالی طرف نمیفهمه، کمکش کن. اشکالش چیه؟ چی ازت کم میشه؟ فشار بده بره تو هدف. شما به عنوان یه دوست باید هدفمند عمل کنی. هدفمند یعنی که اونو به هدفش برسونی. اینو از من داشته باشید. هدفمند بودن در زندگی دوستانتون از وظایف شماست. به باد دادن آنها و کمک به باد رفتنشان هم از وظایف شماست. چون اگر شما اونجایی که این داره به باد میره هی بگی عزیزم نکن، فردا میاد میگه تو اگه میذاشتی من موفق میشدم، اگه تو نمی اومدی من الان یه چیزی شده بودم. خب فشار بده بره حالشو ببره. دوستتون دارم. تا یک خداحافظ.